درود توی تک تکتون. اینجا چنل خودتونه و ما اومدیم با پارت سوم از بازی حدود 2 چپتر دوم. بریم تو کارش. بسیار خوب آقا، اگه قسمت قبلی رو ندیدید حتما برید ببینید دوستان. داخل قسمت قبلی هلن زد پدر رو ناکوت کرد و دهن پدر رو پخور. آها مادرتو به اینجا به اینجا هیروشیما باشد. به به قطره آتیش گرفته بود. بیا اینجا حاجی، دهن همه رو دارم حاجی چه رایفل چه خفن میزنه تو اون پشت سرم دیگه. چه محیط باحالی داره ولی خودمونیم. حالا بارونش درسته یه ذره دیده به خاطر گرافیکی که من گذاشتم بازی رو لو ترین حالتی که بتونیم یه حداقل 40 فریم رو بگیریم دیگه. زشته خدا وکیل موقع رکورد دیگه با کامپیوتر زغالی. بمیرید همتون، بمیرید همتون رو بمیرید. اینجا دهن همتون. خب داریم میرسیم. هلن یه چیزی بگو. من متاسفم نمیدونستم. اون به نظر خوب میومد. اوکی گوش کن، من نیاز دارم که تو تمرکز داری. تمرکز داشته باشی. میگه چرا این اتفاق افتاد جیمز؟ او میگه چرا این اتفاق افتاد؟ ما داریم معجزات میشیم. اوکی میگه تو بعد مگه برداری تکون بخوری باشه؟ اوکی دارم حرکت میکنم پس. خب لول جدید. شاتگان آوردیم این لول رو. قرار بگیرم مادر همه رو. 4 تا نارنجک داریم حاجی. به میتونم الله اکبر بگم برام تو. به من این دستم دیگه عمرن سگی بتونه کیلو بگیره. عمرن گرفت. حاجی اینا چرا دود بلند میشه؟ دود که البته نیستش، از این چیزاست. منور بهش میگن. نه منور اونم بودش که میرفت هوا نور نشون میداد. دودتا موتا میذارن کنارش دیگه که معلوم بشه. به چقدر زاویه قشنگه. مثلا مزرعه رو نگاه کن از اون دور، چقدر همه چی باحال ساخته شده. واقعا لذت میبره آدم واسه یه گیم درست حسابی مدلی میبینه به خدا. خب ای بابا گرفتش. خور ای بی پلنه نیپل نوک هرمه مصرف هیتلر گرمه. بچه ما برای اسلحه کمری و یک کراسبو اومدیم و اینکه بچه خیلی جالبه. کراسبوش خوب میزنه ولی برد آنچنانی نداره. اینکه فکر کنم اگه خیلی دور باشیم بزنیم باید 2 تا شلیک بکنیم. حالا نمیدونم مهم نیست. این کلت رو داریم ولی عوضش خیلی کلت خفنی هم هست. به سگم گرفت خارشونو. داشتم به چیزی فکر میکردم. اسم سگم هیتلره دیگه، درسته؟ من بیام یه ماد نصب بکنم که جای این زامبیا یهودی باشن همشون. به افق 144 قشنگ. آقا میخوام نارنجکو بندازم. الله اکبر. آقا کراسبو رو میکشم بیرون. ببین وای نمیزنه، تو سرعتی نمیزنه. خیلی بده. صدای باحالی میده. صدا پراید میده که لنتش تموم شده باشه. اینم داداشمه. 200 متر آخریم آقا. بریم تو کارش. اوکی میگه ما داخلش شدیم، داخل ماشین فعلا. نیکه خوشحالم که سالمی، یعنی جات امن. درباره پدر اوکی میگه هنوز نمیتونم باور کنم که رفته جیمز. بله میگه که سریع بیا اینجا باشه. آخه دلشون تنگی برامون. به چقدر قشنگ. خیلی خوب آقا، طبق معمول ما 3 تا لول رفتیم داخل این و اینکه بچه شاید براتون جالب باشه که هرچی میریم جلوتر چپترها لولاشون بیشتر میشن. یعنی میذاریم به لول بیشتر که بتونیم هر چپتر رو بریم. برای همین هرچی بریم جلوتر امکان داره که ویدیو طولانی تر باشه. پس برای همین ببخشید اگر یه ذره داریم طولش میدیم، ولی خب از لحاظ داستانی سعی میکنیم که برسونیم بهتون خیلی چیزا رو و امیدواریم که خوشتون بیاد. و در نهایت دوستان ترن آف ریکورد
نه خوب نرفته اینو. این بچه بذار هولو درود روی تک تکتون.